بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار عزیز و گرامی، همگان شما را به این روزی سعید، به این روزی بندگی خدا تبریک و تهنیت میگویم و از الله مهربان خواهان او هستم که خدای مهربان تمنیات و مقصودها و مرامهایی که شما داریم با فضل کرمش حاصل گردانه و از خدای بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت ما را، میل ما را، خواهش ما را به سوی دینش باز هم زیاد بگردانه و از الله مهربان خواهان او هستیم که خداوند گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند و بیماری های ما و شما را خداوند شفای کامل دهد و علی خصوص بیماری هایی که امروز برادران ما و شما گرفتار شدن خداوند شفای کامل شان و آنهایی که بیمار نیستند خدای مهربان از این بیماری نگهشان می‌دارد. برادران عزیز و گرامی، در این لحظه هایی که قرار داریم میخواستم یک حدیثی را از جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمع شما رسانم و ان شاء الله در گرد این حدیث برای شما من معلومات میتیم و خدا خواهد تا انجام همین حدیث برادران عزیز و گرامی هر سوال هایی که اگر امروز من برای شما یک حدیثی رو معنا میکنم و در روزهای سه شنبه خدا خواهد باز از همین ساعت های 9 سوال هایی که شما رو روان میکنین ان شاء الله من دفعه اوهاتون میگم. امروز به خاطری که من بار اول مقصد با شما روبرو ایستاده و گپ میزنم میخواستم معنای یک حدیثی را هم که گویم ان شاء الله اینشم از نفع و اینشم از ثواب خالی نیست. برادران عزیز و گرامی، حدیثی را که من برای شما میخواهم بیان کنم این حدیث امام مسلم است که با روایت مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی الله عنه است. پیش از آن که این حدیث را برادران عزیز من برای شما خوانم دانسته باشین که امام حیثمی رحمت الله علیه و همچنان امام نووی رحمت الله علیه، این عالم های بسیار معروف و مشهور، گفتن این حدیث و این را برای خود همچون یک دستور عملی در حیات قرار میتین. برادران عزیز و گرامی، این حدیث بسیار در دینداری ما، بسیار در اعتقاد ما، بسیار در بندگی ما خیلی تأثیری کلانی رو میگذارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که الطهور شطر الایمان والحمد لله تملأ المیزان و سبحان الله والحمد لله تملان ما بین السماوات والارض و الصلاة نور و الصداقة برهان كل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها.
متن حدیث برادران عزیز تا اینجا هست. میپردازیم بر معناهایی که در این حدیث هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود الطهور شطر الایمان. برادران عزیز و گرامی، طهور به معنای طاهری، به معنای پاکی. پاکی نصف دین هست. در گرد این طاهری نصف دین است برادران عزیز خیلی و خیلی علما قولهای زیاد دارن. از آن جمله بعضی ها گفتن مراد از طاهری که نصف ایمان است معناش این است که طاهر بودن از شرکیات، یعنی پاک بودن، خالی بودن از شرکیات، همچنان از خرافات، همچنان از بدعت، یعنی هر چیزی که برادران عزیز خلاف گفته خدا و رسول هست، وقتی بنده مؤمن از آنها خودش خالی نگه می دارد، پاک نگه می دارد، گفتن معنای این الطهور شطر الایمان همین است. و بعضی از علما برادران عزیز گفتن که مراد از طهور شطر الایمان طاهری نصف از ایمان هست. معناش این است، میگد که گپ در سری همون طهارتی که ما و شما میکنیم، میگد گپ سری همین میرود، یعنی دلالت بر همین میکند که بنده مؤمن باید دائم پاک باشد. دائم مقصد پای به طهارت باشد. در این راستا هم ما برادران عزیز حدیث های زیاد هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که با روایت حضرت عثمان ابن عفان که این دامادی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که عثمان ذی النورین، یعنی دو دختری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نوبت که در نکاح حضرت بودند، راوی حدیث حضرت عثمان است و این حدیث رو هم امام مسلم میارد. حضرت عثمان فرمودند که پیامبر گرامی فرمود من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت اظفاره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که هر کسی که طهارت میکند، هر کسی که برادران عزیز طهارت میکند، طهارت وجود دارد که هر یک اعضا را 3 بار شستن، این بنده خدا از جسد همون انسانی که طهارت میکند، از جسدش هر یک خطاهایی که در جسد همین بنده بود، خواه در دستش بود، خواه در چشمش بود، خواه مقصد در زبانش بود، خواه در پایهاش بود، پیامبر نازنین گفتن که خطاها گفتن لغزش‌هاش از همین عضوهاش، از همین اعضاهاش پاک می شود. حتی بینین گفتن حتی تخرج من تحت اظفاره، حتی خطا یا لغزشی که در زیر ناخنش باشد حتی وی هم بیرون می شود. برادران عزیز و گرامی، این حدیث حقیقتا برای گوش کننده و برای خواننده بسیار الهام می بخشد. بسیار یک گویم مثل که بر یک کار میخواهی که تیزتر انجام بیابد، انسان بعد شنیدن این حتما میگوید من ایرا برای خودم باید وظیفه کنم و دائم پای به طهارت باشم. اگر شما اهمیت داده باشین برادران عزیز، گاه اگر نفر اگر
خواهد که گذراند یا او را باور کنی، وقتی که یگان سخنی را میگد بعد در عقیبش چی میگه؟ میگه برادر عزیز باور کن من پای به طهارتم. یعنی پای به طهارت بودم. برادران عزیز و گرامی، بینید که حتی انسان با پای به طهارت بودن هم یعنی اقرار میکند که من یعنی در همین منزلت، در همین حالت قرار دارم که من یعنی باور کنید شما. از این لحاظ یعنی انشاءالله حقیقتا این سخنم چه سخنی بلندی هست که انسان وقتی که پای به طهارت باشد. دیگر حدیثی که داریم جناب اتفاق علیه میگویند که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفته بود است که ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. پیامبرمون گفتند که خداوند روز قیامت امتهای مرا وقتی که فریاد میکند غرا محجلین، یعنی امتهای من همون عضوهای را که شستند، مثال دستاشون بود، پایهاشون بود، چهره هاشون بود، پیامبر نازنین گفتن که محجلین یعنی اونها جلا میتن. گفتن در بین امتهای دیگر حتی یک تمثیل و یک هماننده هم پیامبر کردن که اگر در بین اسبهایی که همه اسبها مقصد سیاه باشند ولی در بین اونها یک اسبی که پیشانش سفید باشد، آیا شناختن وی آسان است؟ گفتن بله آسان است. گفتن امتهای من در بین جمع امتها مثل نفرهایی هستند که انمون چهره هاشون، دستهاشون برادرای عزیز، پایهاشون هم که اینها امتان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. یعنی خوش به حال برادرانی که همیشه دستها را و یعنی همیشه پای به طهارت که هستند. خدا خواهد روز قیامت هم جلو میتید و در دنیا هم برادران عزیز این از جلا و از همون زیباگی خالی نیست. حتی من خواندم در حدیث ها که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر هر کسی که در دنیا پای به طهارت بگردد یک مبادا یک مرگ ناگهان از بندش بگیرد، برادران عزیز و گرامی این حالت میگه اگر انسان به هم عبد و رسول نرسد، یعنی این کلمه هایی که گوییم هر کسی در آخری از عمرش یا آخران کلمه های یا جمله هایی که در دنیا از زبان انسان بیرون شود، پیامبر نازنین گفتند من کان آخر کلامی لا اله الا الله دخل الجنه. کسی که اگر وی کلمه لا اله الا الله آخران سخنی از دنیای او باشد او داخل جنت می شود. یعنی اگر ما بودای برادران عزیز ما این کلمه را گفتن نتوانستیم و یک حالت آمد که یک مرگ ناگهانی در حال گریبان ما را گرفت، اگر پای به طهارت باشیم میگه این طهارت تو جایگزین یا جای نشینی انا همان کلمه زیبایی که تو را جنت میبرد، میگه جای نشینی انا همان کلمه میشود. از این لحاظ اینم دلالت برادران عزیز بر همین میکند. یا انسانی که میگه خواهد که توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله، گفته از با همین کلمه از خانه بیرون شود و پای به طهارت باشد، به هر مقصدی که بیرون شید هر آینه میگه مقصد او برادران عزیز حل میشود، یعنی او انشاءالله کارش تمام میشود. از این لحاظ حتی جناب حضرت عمر حدیثی رو از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسانید که هر کسی که طهارت را کرد و بود کرد و بعد طهارت را تمام کردن گفت که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعد طهارت تمام کردن میگه هر کسی این کلمه را گوید که این را هم امام مسلم از نام حضرت عمر میارد، میگه وقتی این را گوید الا
فتحت له ابواب الجنه الثمانیه یدخلوا من ایها شاء. میگد بعد گفتن این کلمه الله 8 در جنت رو بر بالای این بندش گشاده میکند، از هر دری که میخواهی وارد جنت شود. بعد شما طهارت کنید، خواه خواهرای عزیز ما باشد، خواه مادرای عزیز ما باشد، خواه برادرای عزیز ما، شما همیشه هیچگاه خوف و خطر و مرگ رو از نزدیک دور ندانید، زیرا که برادران عزیز و گرامی، شاعر عرب میگه الموت یأتی بغتة، مرگ ناگهان به سراغ انسان میآید. اگر خوش به حال مون که اون زمان برادران عزیز ما پای به طهارت باشیم. برای همین این سخنی که من دیگری خوندم که ملائکه ها در حق انسانی که پای به طهارت باشند در حق او همیشه طلب مغفرت میکنند.